مگه میشه؟ گلدپی و سفره 7 سین. وای خدا. باورم نمیشه. سفره 7 سین. دریافت درگاه پرداخت. مگه داری؟ شنیدین گلدپی چی کار کرده؟ نه جدی میگم. این سایت و اپلیکیشن پرداخت خدمات درخواست درگاه و تسویه حساب در تعطیلات دادن. فکرشو بکنید وسط تعطیلات نوروزی یادت میفته سایتت درگاه پرداخت نداره، عجله هم داری، بعد متوجه میشی درگاه پرداخت واسط گلدپی در تعطیلات هم خدمات دادن درگاه و تسویه حساب تا سقف 5 میلیون تومان در روز داره. یعنی چی آخه؟ حالا جالب ترش اینجاست. میگن برای تعطیلات حداکثر زمان تسویه حسابشون از 1 تا 12 ساعته. یعنی چی؟ یعنی اوج احترام به مشتری. واقعا فکر نمی‌کردم یه روزی برسه که درگاه پرداخت آنلاین و سفره 7 سین در تعطیلات با هم ترکیب بشن. این دیگه اوج خلاقیته. نمیدونم چی بگم. فقط حال کردم واقعا. اگه شما هم مثل من شوکه شدید و حال کردید حتما این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. بذارید اونا هم از این خبر باخبر بشن. و اگه از گلدپی استفاده کردید حتما نظرتون رو برامون بنویسید.